هوای تهران حتی تو شبیه ساز هم آلوده بود. بگذاریم وقتی میگیم ایرباس هوشمنده یعنی این. قبل پرواز یه سری کارهای خیلی مهم هست که اگه خلبان انجام نده یا فراموش کنه واقعا باعث به خطر افتادن پرواز میشه. ایرباس یه دکمه داره به اسم تیک آف کانفیگ. میاد کارهایی که قبل تیک آف بعد انجام بدید ولی انجام ندادید رو بهتون نشون میده و اگه مشکلی باشه اینجوری صداش در میاد. مثلا گفته اتو بریک رو بذار رو حالت مکس. خب میذاریم رو حالت مکس و خطاش برطرف میشه. یا ساین هاتون باید آن باشه که میایم اینجا و هشدار کمربند رو اینجا آن میکنیم. یا مثلا گفته اسپویلرتون باید تو حالت آرم باشه که اهرمش اینجاست و میایم تو حالت آرم میذاریمش. یا مورد خیلی مهمش گفته که فلپاتون باید تو حالت تیک آف باشه. خب میایم و تیک آف فلپ ست میکنیم. اینجوری احتمال خطا نزدیک به 0 میشه. حالا وقتی دوباره دکمه تیک آف کانفیگ رو بزنیم میبینیم که همش سبزه و هیچ آبی نداره که یعنی همه چی درسته. حالا شما بگید اتوماسیون یا گذاشتن این همه سیستم محافظتی برای ایمنی پرواز مفیده یا میتونه بعضی مواقع خطرناک باشه؟ اگر هم دوست دارید این شبیه ساز پرواز رو خودتون داشته باشید و باهاش کار کنید، ما میتونیم براتون نسخه اورجینالش رو حتی تو شبیه